یک گفتنی دارم برای شمایی که این روزا خود جر با جر میکنید که ما افغان نیستیم. بیایید یک مردانگی کنید شما که افغان نیستین، به افغان بودن اعتقاد ندارید یا قبول ندارید. از امروز به بعد دیگه از نام افغانستان استفاده نکنید، از پاسپورت افغانستان استفاده نکنید، از تذکره افغانستان استفاده نکنید. برید برای خودتون هر جا که میرید هر چی که درست میکنید ما کار نداریم. سیدستان درست میکنید، ازبکستان درست میکنید، نمیدونم تاجیکستان درست میکنید یا هزارستان درست میکنید. هر چی که درست میکنید برید درست کنید. منتها یک چیز دیگه فراموش نشود، بیرون از افغانستان شما میتونید کارا رو کردن. در داخل افغانستان شما این جرأت هم ندارید، این اجازه هم کسی به شما نمیده. بیرون از افغانستان برید هر چی که درست میکنید درست کنید. نیازی هم نیست اینقدر جف جف کنید هر روز.